چرا یه سری معلم‌ها هستن که همیشه سعی دارن بگن خیلی خفن بودن تو جوونی؟ یه بار یه معلم ریاضی داشتیم، شکمش انقدر بزرگ بود که احساس می‌کردی حامله است و قرار همین روزا بچه‌ش به دنیا بیاد. توی تایمای کلاس سعی می‌کرد همیشه به بچه‌ها ثابت کنه ورزشکار حرفه‌ای بوده و کلی قهرمانی داشته توی زمان جوونیش. یه روز که دیگه خیلی رفت روی مخ بچه‌ها، یکی از بچه‌ها گفت آقا اگه همین الان بتونید توی حیاط مدرسه 10 تا بارفیکس برید، قول میدم فردا با یه جعبه شیرینی بیام مدرسه. معلمم سعی کرد بهونه بیاره و بپیچونه که بچه‌ها انقدر اصرار کردن نتونست قبول نکنه. میله بارفیکس توی حیاط مدرسه بود و هممون رفتیم توی حیاط و معلمو تشویق کردیم تا شروع کنه. معلم که رسید پای میله، این رفیقمون گفت آقا اگرم نتونستید بارفیکسا رو بزنید بعد به کل کلاس نفری 2 تا مثبت بدید. معلم شروع کرد به بارفیکس رفتن، بچه‌ها شروع کردن به شمردن. وسطای بارفیکس رسید که یهو معلم افتاد. بچه‌ها جرئت نکردن بخندن، ولی خب معلم شروع کرد به بهانه آوردن که آره من آسیب دیدم و مشکل دارم و اینا. رفیقم گفت آقا قبول داریم، فقط یه مثبت برای همه بچه‌ها بذار و تموم. معلم گفت باشه، فقط بچه‌ها باید ویدیو رو لایک کنن.